سلام. با مصاحبه تیزابی امشب ما بسیار زیاد خوش آمدید. نظر به تقاضای خود دوست ما اینا رو دعوت کردیم به خاطر بعض مشکلاتی که داشتن در عینو من خلایت قندهار. بسیار زیاد خوش آمدین. شما مشکلات خودشان برتان میگه. عینو من روان بودم در موبایل خود بس امی تو تیزاب پاش دادم. کی پاش داد تیزابه؟ شوی امیمه بود. شوی امیمه به تیزاب سرم پاش داد. رنگ تیزاب سبز بود، یگان قطره زردم داشت. خب یگان قطره زردم داشت. هم چیز دیگه هم دو گد بوده. چرا با پلیس احوال نداریم؟ پلیس گفت که بر ما احوال کسی نداده، ما از این گپ خبر نیستیم، ما را در جریان نماندن، پیش ما در حوزه نآمدن. این گپ گفت هیچ امکان نداره که تیزاب پاش داده باشه. خودشان میگه در روی خود شاید زده باشن تیزاب. دو نمو حالت که تیزاب سر ما پاش دادن، ما مجبور بودم که نمو تو برم در حوزه. در حوزه برم برش بگم که سب سلام علیکم قربانتان تیزاب آمد، تو از ما اجازه گرفت که ما میخوایم در روی پاش شوم. باز ما گفتم پاش شو. ما محصل بودم، ما چه قسم درس حالا بخونم. خیر در ضمنش امو دقیق شد در رویتان پاش داد. مطلب از اونا ای است که چرا تو نرفتی غیر حاضر شدی در پانتون؟ خودت باید در درس حاضر می بودی. اون وقتی که پاش داد در رویت غیر حاضر بودی. یک جرم دیگه ای که چرا در بازار میگردی و جرم دیگه ای که متوجه چرا نشدی چرا یک تیزاب نگرفتی در لابراتوار نبردی چک نکردی که از کدام نوع تیزاب بوده. تشکر از اینکه در این حالت آمدین اینجا در مصاحبه ما اشتراک کردین. این بود مصاحبه ویژه این ساعت که تقدیم تا مصاحبه بعدی شما را به الله پاک میسپارم. مگزین گونه مشکلات داریم 4 5 6 628 در خدمتتان است. بریم سب. برو سایکو از ایران که میری فکرت باشه که تیزاب در رویت پاشد که از این طرف تیزاب کمود در کلت خالی نکنه. گوشه برو. وضعیت خیلی خراب است. بسیار خراب است وضعیت.